وای برادرم، کاش که به مثل زورا دختر مرا در این خانگی انتظار میشد. خواب کن شوکت، خواب کن. ای برادر، بسیار هم آدم ترسانچک شده ایستاده، بسیار ناز و کرشمه نکن با دختر. آش به پیاز نمیشود، بچه به ناز. ای برادر، نازی بسیار نکن، آهسته رفته با زهرا صحبت کن، آشتی شو. تو زهرایت را گیر، من باشم خانه چم را. من اگر یک خانه می داشتم از 7 پشت تو زهرا هم بیزار بودم. شوکت بس کن، تنها فکر خودت را میکنی جیره. ببین با تو میگویم، زهرا میکنه، التجا میکنه، تو در پیش پایم نافتد آشتی نمیکنم، اگر نافتد اصلا نمیبخشم. به خدا که عقلت را خورده، به خدا که سلام. دامولو، لبای در مسئله توی ساختمون با شما صحبت کرده میتوانم؟ با فکرم ما دیگر مسئله صحبت کردن نداریم زهرا، و باز این بازی رو نباید اینقدر طول دهیم. دامولو زیو، برای غمگین نشدن بابایم توی ساخته رو دوام دادن میخواهم. من نمیخواهم. نه نمیخواهم از شما. من فداکاری را حق ندارم طلب کنم. دیگر زورا نمیخواهم کردن. اما برای همش تشکر میگویم. کلاش حاضر دختر را از دست میدی، تو دایم یک روی میکنی. نه نمیکنم. خانم زهرا ببینید، با تو میخواستم بگویم. ایستید. انگشترین رو نبرآوردید. یعنی دامولو بازی رو دوام میدیم ها؟ بله دوام میدیم. دوام میدیم. منم زیو. بسیار حواسی او را داشته ای زورو، مرا قایل کردی. بخشش زیاد میپرسم، خودم را داشته نتوانستم از هیجانی زیاد. هیچ گم نه. به خدا قایل کردی. اگر این طور باشد پس رفته با بابایم خبر دهیم. بله با او گفتن در کار رفتیم. بله. ای خانم سلین، ببخشید همون اسکوی مرا علیه تریزه خود نگرفتی؟ کاری دیگر ندارم. با دل خودم گپ دادم.